یه دونه باشن. کسی که روبروی من نشسته از چند زاویه من میتونم ایشان رو به شما معرفی کنم. یک اینکه یک بلوچ دوست داشتنی بسیار باصفاست. دو اینکه جوانترین شهردار مملکتمونه در کنارک. و سوم اینکه با لباس محلی من قربونش برم جناب آقای درویش بلوچنیای عزیز. سلام علیکم، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت ملت عزیز و هموطنان عزیزم در سراسر کشور. همچنین عرض صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم زحمتکشتون. ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید به عنوان یکی از هموطنانمون در جنوب کشور. و این موسیقی که شما پخش کردید کلاً گویای در واقع فرهنگ و ارادت خاص بلوچا نسبت به کشورشون و مملکتشون هستش و اصلا جای صحبت و در واقع تعریف خاصی رو برای بنده نذاشتش. درویشان یه ترجمه میکنی برای ما چی میگفت حدوداً؟ چون ما فقط با این ملودیش داریم صفا میکنیم. چی میگفت؟ جناب عالی قبلش در واقع اینو با اطمینان خاطر فرمودین که قطعا این موسیقی در کانال برنامه به محضی که قرار گذاشته خواهد شد قطعا توسط هموطنان عزیزمون به خاطر جذابیتش دانلود خواهد شد و مورد انتشار استفاده قرار خواهد گرفت. خیلی عالی میشد که این رو در واقع معنیشو به صورت زیرنویس هم نوشته میشد، اون موقع جذابیتش قطعا 3 برابر هم میشد. بلد نبودیم. خب میگفتیم ما براشون ترانسلیشن الان شناختیم تازه. نه آقای ارشادی هم میشناسیم. بله. خواننده این موسیقی در واقع وطنش رو به شکل مادر داره معرفی میکنه، میگه وطن ما در واقع جای مادری. در واقع کلیت موضوع اینو میرسونه که وطن ما با مام میهن داره مام میهن صحبت میکنه که میگه میهنمون در واقع به اندازه مادر ما برای مردشمنده و جایگاه مادر دوم ما رو داره. به به چقدر زیبا. اینو بعداً لطف کنی به ما کمک کنی ترجمهش میکنیم، زیرنویس هم میکنیم. چشم. آقای شهردار شما چند سالتونه؟ البته من ممکنه الان در حال حاضر عنوان جوانترین شهردار کشور رو، چون من اشرافیت ندارم در دوره جدید، چون شهردار جدید اخیراً اومدن سر کار، شهردار جدید اومدن، ولی بنده در سال 92 به عنوان جوانترین شهردار کشور به عنوان شهردار زرآبادی که از شهرهای شهرستان کنارک معرفی شدم و الان هم که در خدمت شما هستم به عنوان شهردار منتخب مرکز شهرستان کنارک. اتفاقا شهر آقای ارشادی مهمون قبلی شما هستش. معلم خوب بلوچی یادتونه چقدر خوب صحبت که هممون کیف کردین، همشهریشونه. سلامت باشید. بنده متولد 1366 هستم، اول مرداد. یک شهردار 30 ساله. دقیقاً. خب آقای شهردار ژن خوب و اینا داشتی شهردار انتخابت کردن؟ اون آیتمایی رو که برای ژن خوب تعریف شده بنده در خودم ندیدم. زمانی که من به عنوان شهردار از طرف اعضای محترم شورای شهر مورد اعتماد قرار گرفتم که البته اجازه به من بدید من از این تریبون استفاده هم بکنم و بگم که اگر موفقیتی بوده که در این رابطه من قضاوت نمی کنم، قطعا وجدانهای بیدار هستن، مسئولین ذی‌ربط هستن در رابطه با موفقیت بنده حتما قضاوت خواهند کرد. یه تشکری بکنیم از اعتمادی که شوراهای محترم شهرمون به یک جوون ایرانی کردن و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادند. ژن خوب نداشتم، بنده یه جوون یتیم بودم که بابام فوت کرده بود. فوت کرده؟ من دقیقاً تو سال 6، دقیقاً اولین سالی که من به عنوان دانش آموز در واقع پیش دبستانی رفته بودم مدرسه، موقع برگشتم به زمانی که اومدم خونه بابای من عمرشو داده بود به شما. یک مادری دارم که به عنوان پدر و هم مادر بنده را رشد داده بود و صرفاً اعتماد اعضای محترم شورای شهر هیچ کدوم از آیتم‌های ژن خوب من نداشتم، فقط یه جوون بودم. خب اصل ژن خوب همینه، یعنی اینکه